افشین با ضرب دست اره را می کشید و گردهای زرد درخت از دو طرف بروی زمین می ریختند. عرقشو شده بود ولی اره را رها نمی کرد. باید تمامش کنم می گفت با خود. پیرمرد بیمار که روی کت می خوابید آخرین رقمش را جمع کرده سرش را از بالیشت اندکی برداشت. درخت زردآلو را تماشا داشت که تمام شاخ و برگهایش می لرزید. پایهای کمجانش را به هم می زد. زبانش چند سال است لکنت پیدا کرده بود و صدای آه و اوهش را پسر گویان نمی شنید و با تمام توان دسته اره را محکم داشت و آن را می کشید. اره می رفت و می آمد و دندانهایش بوی از جگر پیرمرد گذشته آن را نیست می کردند. زردآلو درختی از همه کهنسال باغ بود. سال اول خانه‌دار شویش آن را کاشت که بعدها در کنارش توت و ناک و بهی و شفتالوها پیدا شدند. فرزندانش هم به دنیا آمدند و همراه نهالهای باغ قد کشیدند. پسران و دختران ازدواج کرده هر کدام به خانه های خود رفتند. طبق سنت معمول پسر خردی در خانه پدری ماند. همسر پیرمرد چند سال قبل فوتید و سال بعد خود او بیمار شد. او به اصرار فرزندان که میخواستند برای مداوا به بیمارستان برندش توجه نکرد و میگفت حس میکنم از دنیا کنده میشوم. پایهایم دیگر تحمل برداشتن جسمم را ندارند. مرگ خبرم داده است. باید بار سفر آماده کنم. بالم شکست. نیز گفتند خانه یکی از بچه ها برود. با این هم راضی نشد. می گفت از خانه‌ای که تابوت همسرم را بیرون بردند از همان خانه مرا هم به منزل آخرت گسیل کنند. اندیشه ها از قبط حجیره های مغزش می گذشتند، می چرخیدند و پایان نمی یافتند. پسر همانا اره را می کشید که لحظه در میان شاخ غوث زردآلو گم می شد و دوباره سرش پیدا می گشت. پیرمرد بیقراری می کرد و پایهایش را به زمین می کوفت ولی گاوی زیر زمین خبر می یافت و پسرش نه. درد می کشید، با خود می پیچید. چند روز بود آب از گلویش نمی گذشت ولی پسر این را علامت پیری می دانست و از احوال پدر با کسی چیزی نگفت. با چه امیدهای این باغ را سبز کردم. می گذشت از فکر پیرمرد. می خواستم کام فرزندانم شیرین باشد و دست همسایه ها را نگاه نکنند و همسایه ها هم از این باغ شیرین کام شوند. همچنان که با فرزندانش نگاه و بین می کرد با درخت های باغ هم مدام نظارت داشت. هر تیر ماه بیخشان را پاروی چارما می ریخت و نهال ها را با جامه کهنه می پیچید که از سرما ایمن مانند. با آمدن بهار جامه را از تنشان بیرون می آورد و شاخهای اضافی را قطع می کرد و نوازششان می نمود. گوی باغ فرزند بزرگ او بود و همراه با درختان آن نفس می کشید. دارکوب
در شاخ بلند چارمغز لانه داشت و همیشه با نوکش تیک تیک به تنه درخت میکوبید. پیرمرد عاشق این صدا بود و ساعتها به این ضربه های موسیقی زنده گوش میداد. همین که دندانه های اره با بدن شاخ فرو می رفتند، پرنده‌ای که در شاخ بالایی آن لانه داشت پرید و رفت و پیرمرد صدای بال زدنش را می شنید. خدا از نعمت شنوایی محرومش نکرده بود و می دانست الان جفت کدام در لانه است و کدام برای غذای بچه ها رفته است. افشین گویا پدر را فراموش کرده بود که به کارش ادامه میداد. شاخ فرود می آمد و برابر آن آخرین امیدهای پیرمرد برباد می شدند. لبش را گاز می گرفت و گویی دردش را فرو می برد. بله، از همین باغ همسایه ها نوده پیوندی می بردن و باغ سبز می کردن. بعضی ها چنان حاصل گرفتند که آن را در بازار محل می فروختند و آرزوی پیرمرد هم دقیقاً همین بود. افشین چند ماه بود به خاطر دزدی که در کارخانه آهن در روسیه رخ داد از حق ورود به این کشور محروم شد. با پدرش خبر آوردند با رفیقان ناباب شین و خیز دارد. یک زن روسی هم گرفته است. چند بار پیرمرد دست اره را به دستش داده تأکید کرده بود هرگز شاخ تران نبرد و برایش نقل کرد که در گذشته هر زمان 3 نفر شهادت می دادند که درخت خشکیده است، آنگاه بر تنش تبر می زدند. پیرمرد خود با ستیل آب کشانده این نهالها را شاداب کرد و بعدها جوی کند و از این کار خلاص شد. حدس میزد شاید فرزند به خاطر ذخیره هیزم زمستان شاخ را می برد، ولی شاخ سبز بود، میوه داشت. بارها گفته بودش تربوری، سربوری و تو را تیشه دادم که هیزم شکن. دست ارم می رفت و می آمد و برابر آن دستهای پیرمرد که چند سال بود با او اطاعت نمی کردند کرخ شده بودند. پزشکان گفتند دستها نمک گرفتند و داروی و درمان کردند، ولی ظاهراً بی نتیجه بود. حالا این پسر بود که با دستان حضرب اره را می کشید. باز هم نگاه پیرمرد سرسر درختان می چرخد. آن که از دور میوه هایش به طرفش چشمک می زنند چارمغز پوست کاغذی است. از این نوع شاید بجز او چند نفر دیگر بیشتر نداشتند. علاقه عجیبی داشت پیرمرد با این درخت. دیر به بار نشست اما همه ساله چارمغز فراوان می داد. دقیقاً مثل هر تلاش مداوم که دیرتر به ثمر می نشیند. این چرا نمی فهمد؟ ناراحت بود پیرمرد و دهانش خشک می شد. می فهمد آگاهانه شاخ را می برد. این امیدهای مرا قطع می کند. جامعه را که با 1000 آرزو برایش گرفته بودم دیروز آتش زد. این نشانه فیودالیسم. زمان این گذشت. می گفت افشین به یکی از دوستانش که همراهش از روسیه خارج شده بود و چند روز قبل او را آورده بود تا باغ را نشانش دهد و هر دو نقشه های داشتند. آن طور که از صحبتهایشان برمی آمد
ظاهراً میخواست درختها را کلاً ببرد و در میان حولی حوض شنا درست کند. با کدام زبان بین فهمانم که شرایط ما از شرایط روسیه فرق دارد؟ تو درآمد نداری که با خرج زیاد حوض سازی و درونش شنا کنی. شاید با پول گاوها میخواهد حوض بسازد. با چند سال زندگی کردن در ملک غیر اینقدر تأثیر پذیرفتن از فرهنگ بیگانه برای پیرمرد عجیب به نظر می نمود. اگر تو فرهنگ او را باید بپذیری، مجبوری؟ آنها از تو چی برتری دارند؟ برایش گفته بودند همه همشهریانش را توهین و تحقیر می کنند، از جمله پسر او را. نامشان را نمی گرفتند بلکه سرسیاه صدا می زدند. خود را ملامت می کرد که نتوانست این یکی را خوب تربیت کند. از دستش در رفت، قابل نظارت نیست. ناز پرورد به بار آمد. آخر در این 4-5 سال مگر چی کم دیده که آمد و اول گاو و کاله را فروخت و زنش را با 2 فرزند بیرون کرد. قصد داشت زن روسیش را به اینجا آورد. می گفت مثل شهری ها باید هر روز چند بار شیر و جرغات خرید و خورد. اندیشه ها مغز سر پیرمرد بیمار را سوراخ می کردند. او جان می کند ولی فرزند به کار خود سرگرم بود. شاخ افتاد و گرد خاک به هوا برخاست. اره را سوی پرتافت و در جایش نشست. دارکوب دوباره پیدا شد و بر تنه چارمغز بی ایست می کوبید. عاشق این نوا نه نوحه، گویی دیگر گوش شنوای نداشت. پیرمرد قبل از آن که شاخ درخت به زمین فرود آید جان به حق تسلیم کرده بود. فردوسی اعظم، کتاب نوحه دارکوب.